به عنوان زوج درمانگر زوجهای زیادی رو هر روز میبینم که به دلیل تفاوت مرزبندی که بین خانواده خودشون و خانواده همسر هست با هم دیگه دچار مشکل میشن. مثلا خانومی که میاد میگه من شاید دوست داشته باشم ماهی یک بار برم خونه مادر پدر خودم، ولی آقا هر روز دوست داره که با مادرش یا پدرش تلفنی صحبت کنه یا هر روز بره بهشون سر بزنه. یا خیلی وقتها این مشکل به این صورت نمود پیدا میکنه که آقا میاد میگه من دوست ندارم راجع به خیلی از مسائل خانم بره با خانواده‌اش صحبت بکنه، ولی از دید خانم اصلا این مسائل خصوصی نیستش و خیلی راحت میره با خانواده به اشتراک میذاره. این دقیقا به دلیل تفاوت مرزبندی دو تا خانواده به وجود میاد. ببینید وقتی که دو نفر با هم ازدواج میکنن مثل دو تا کشور هستن که با هم متحد شدن. فرض بکنید که ایران و ترکیه فردا بخوام با هم تشکیل یک کشور متحد رو بدن. خب هر کدوم قبلا مرز خودشون رو داشتن، پایتخت خودشون بوده، زبان و گویش ها و غذاهای خاص خودشون. هیچ کسی نمیتونه بگه که مرزبندی من درسته، زبان من درسته، پایتخت من درسته. اگر که قرار باشه یک کشور واحدی، کشور سومی رو تشکیل بدند، باید بگردن دنبال اینکه حالا ما کدوم شهر رو پایتخت رسمی خودمون، پایتخت جدید خودمون اعلام بکنیم، چه زبانی بشه زبان رسمیمون، چه آداب و رسوم و فرهنگی داشته باشیم. در مورد زوج هم همین هستش، یعنی باید بیان به عنوان خانواده جدید، کشور جدید اعلام استقلال بکنن و قوانین و مرزبندی خاص خودشون رو با صحبت و مذاکره ایجاد بکنن.